وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. بیننده های عزیز، اگر در هفته های گذشته با ما بوده باشید، ما در برنامه زلال ایمان روی موضوعات ایمان پرداختیم. البته ارکان ایمان را مجملا ذکر کردیم که ایمان دارای 6 رکن می باشد که در حدیث جبریل و همچنان در آیات زیاد از کلام الله مجید به آن ارکان اشاره شده است و آن ارکان وارد شده است. از جمله ارکان 6 گانه ایمان، رکن اول و اساسی ترین رکن ایمان به الله متعال بود. سپس ما گفتیم که ایمان به الله متعال یعنی چی؟ ایمان آوردن به الله متعال چه مواردی را ما نیاز داریم در باب ایمان به الله متعال؟ در این باب گفتیم چند چیز باید مد نظر گرفته شود در ایمان به الله متعال. چیز اول این بود که باید ما به وجود الله ایمان داشته باشیم که به اللهی که ما ایمان داریم یک ذات موجود هست. درباره وجود الله متعال یا اثبات وجود الله متعال دلایل متعدد را ذکر کردیم. اگر فراموش نکرده باشید، دلیل اولی که برای اثبات وجود الله متعال که یک ذات مدبر کائنات و خالق کائنات یک ذات هست، الله متعال، اولین دلیلش گفتیم فطرت هست. البته آیات قرآنی هم به این صراحت دارد و احادیث زیاد در این باب صراحت دارند که یکی از دلایل وجود الله متعال فطرت هست. فطرت سلیم یک انسان خودش گواهی و شهادت بر این میدهد که الله وجود دارد. البته استاد سلیمانی عزیز گفتن شاید بعضی ها این را الان قبول نکنند، اما در یک وقتی از زندگی هر انسان به این حقیقت پی میبرد و فطرتش آن را وادار میسازد که باور بکند الله وجود دارد. البته مشرکین مکه و کفار قبل از مشرکین مکه، حتی فرعون هم در وقت غرق شدن به آن اللهی که بنو اسرائیل ایمان آورده بود، الله موسی و الله بنو اسرائیل، فرعون هم ایمان آورد، اما وقتی آن گذشته بود ایمانش بر دردش نخورد. حتی ابلیس با تمام عناد و سرکشی که داره به ذات الله متعال ایمان داشت، فقط تکبر و تمرد و غرور او بود که او را از ایمانش منفعت برای او نرساند و تمرد کرد و سرکشی کرد و از درگاه الله متعال مردود و رجیم شد. و دلیل دیگری برای اثبات وجود الله متعال استاد سلیمانی عزیز اشاره کردند که آیات و نشانه های فراوان در کائنات، در مخلوقات الله متعال، در آسمان و زمین، حتی در ذات خودمان، همین جسد 1.5 متری یا کم و بیش که ما انسان ها داریم، اگر فکر بکنیم هزارها هزار دلیل برای وجود یک ذاتی هست که آفریده است و این همه کائنات را با یک نظم خاص میچرخاند. ما اگر فراموش نکرده باشم، پشه را استاد سلیمانی عزیز مثال داده بودن که نمیفهم 100 چشم داره و 3 تا قلب داره و ماشین های تصفیه خون داره و نمیفهم چکاب خون داره و چی داره. یک آزمایشگاه کامل خون، یک آزمایشگاه کامل خون داره. یکی از نشانه های برای وجود الله متعال همین آیاتی هست که ما در کائنات میبینیم و پشه خیلی یک مخلوق کوچکی از مخلوقات الله متعال هست. البته آیا یک کسی که ایمان آورد به این بخش، یعنی شناخت و باور کرد که در کائنات یک ذاتی وجود داره که کائنات را با این حالت میچرخانه، باور کرد که او الله است، آیا همین کافی است در باب ایمان به الله متعال، یا بعد از اقرار کردن یا باور کردن به وجود یک الله متعال ما به چیزهای دیگری هم نیاز داریم؟ استاد سلیمانی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که به هر حال شما اشاره فرمودید و در برنامه‌های گذشته هم اشاره شد، ما در موضوع ایمان به الله متعال
اولین قدم اثبات وجود الله تعالی است که اصلا به این باور برسیم که ذاتی وجود داره که به هر حال اختیار عالم به دستش هست و به هر حال اون ذات رو نام مبارکش الله متعال هست در دید ما مسلمین. اما در این بخش اول، حالا من چرا گفتم در دید ما مسلمین؟ چون در غیر از باور اسلام هم عده‌ای به وجود یک ذات به عنوان خالق عالم و آسمان ها و زمین معتقد هستند. اینطور نیست که ذات متصرف باور دارن. یعنی اینکه به هر حال یک کسی هست که ما در فارسی بهش میگیم خدا. بله. و در تعبیر عربی استفاده میشه معنای اله. بله. یا کسی که به هر حال این دنیا رو خلق کرده و به دستش هست. درست. در این بابت، در این بود هستن کسان دیگری هم که هستن. الان ما در باب وجود این که مسئله وجود یک ذات به عنوان خالق، ما مسیحیت هم با ما در این باب مشکلی نداره، یعنی در این قسمت که خالق هست. دقیقاً. در وجود خالق یهودیت هم در این باب مشکلی نداره. حتی با نامش هم با ما مشابه هستن، به الله آنها هم ایمان دارن. حتی در به تعبیر فرموده شما در خود نام هم با ما مشکلی نداره. اما مشکل کجاست و چرا میبینیم که با این وجود حتی مشکل مکه هم ما در موضوع نام الله متعال مشکلی نداشتن؟ پس تنها وجود و اعتراف به وجود یک ذات، اعتراف به وجود ذاتی به عنوان خالق کافی نیست. ما باید بیایم وقتی که الله متعال هست، ما اثبات کردیم که الله متعال هست و برای ما ثابت شد که الله متعال هست. الان خب الله متعال رو چطور بشناسیم؟ اما موضوعی که اشاره کردیم که فطرت ما رو میکشونه به سمت تمایل به عبادت، تمایل به نسبت داشتن به یک ذاتی که ما اون رو خودمون رو نیازمند به اون میبینیم. اما این فطرت در محیطی که ما زندگی میکنیم، ماحولی که زندگی میکنیم، وقتا دستخوش تحولات میشه و از مسیر اصلی خودش خارج میشه و ما رو به بیراهه میکشونه. و هدف ما هم الان از این برنامه و برنامه‌ای که پیش رو داریم این هست که آیا اون باوری که من دارم واقعا در مسیر اصلی فطرتی که باید باشه هنوز مانده یا به بیراهه رفته؟ چون در راه بحث عبادت الله متعال خیلی ها به بیراهه رفتن. الله متعال در سوره مبارکه یوسف میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی از کسانی که ادعای ایمان به الله تعالی دارن در شرک غرقن. الله تعالی میفرماید اینا نه که الله رو قبول نداشته باشن، الله رو قبول دارن، یعنی ایمانی با آمیزش شرک دارن، ایمانی همراه با شرک دارن. اینجا دیگه ایمان معنای اصطلاحی که ما مد نظر ما هست و درش داریم صحبت میکنیم، ارکان ایمان و خود ایمان به الله تعالی که در رکن اول است، این ایمان مراد نیست. اینجا ایمان منظور ادعای اونها نسبت به ایمان هست. ایمان لغوی هست و یک بخشی از ایمان هست، یک بخشی در اثبات وجود الله متعال. اونها در خود اثبات وجود الله متعال قبول دارن که الله متعال هست، اما در مراحل بعدی میلنگن. پس نیاز است که ما یک مراحلی رو دوباره بررسی بکنیم برای شناخت الله متعال و ایمان به الله متعال. بیشتر مد نظر ما ایمان به الله متعال هست. تنها اثبات وجود الله متعال کافی نیست. این مرحله اوله. من الان ثابت کردم که آقا فلانی هست، یک ذاتی هست. بله. حتی ما دور بر خودمون یک انسان، یک شی رو میگیم خب هست. خب الان اینی که هست این چی هست اصلا؟ چطوره؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه صفاتی داره؟ چه کارهایی میکنه؟ و من چطور این رو میتونم بشناسم؟ چطور میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم؟ ما درباره الله متعال بعد از اثبات وجود الله متعال خیلی جاها گله میکنه از بندگانش و ما قدر الله حق قدر. الله رو اونگونی که باید بشناسن نشناختن. نمیفهمد الله رو نشناختن، اصلا منکر وجود الله متعال هستن. برخی ها الله رو قبول دارن اما اونجوری که باید بشناسن نشناختن، به همین خاطر به بیراهه رفتن. ما در موضوع بحث الله متعال برای شناخت الله متعال، خب الله متعال رو نمیبینیم. شاید این سوال برای کسی پیش بیاد، من الله متعال رو نمیبینم، چطور بشناسمش؟ ما برای شناخت یک ذات نیاز به شناخت صفاتش داریم. خب ما صفات الله متعال رو چطور بشناسیم؟ صفات الله متعال از کجا میشناسیم؟ ما الله متعال رو اگر نمیبینیم و صفاتش رو خبر نداریم، ما هر صفتی یک فعلی از اون صادر میشه. ما میگیم آقا مثلا فلانی انسان خیلی زرنگی است. بله. خب این زرنگی رو ما از کجا فهمیدیم؟ ما این زرنگی رو که نمیتونیم ببینیم در وجودش. ما به تنهایی خود این زرنگی یعنی یک چیزی نیست که یک گوشه مثل دست باشه، مثل پا باشه که بگیم آها این زرنگی، نیا کن اینم زرنگی.
یا فلان خیلی مهربانه. این مهربانی رو من از کجا می‌بینیم؟ نمیخوره. دقیقاً. مهربانی خود صفت مهربانی دیده نمیشه. دقیقاً. خود صفت ذکاوت و هوش دیده نمیشه. خود صفت عدل، فلانی انسان عادلی است، ما این صفت رو نمیبینیم. این رو ما در عمل میبینیم. حتی علم طرف علم داره، ما این علمش از کجا میبینیم؟ نمی‌بینیم. طرف از ظاهرش که نمیشه فهمید این عالم هست. اما وقتی که صحبت میکنه، وقتی که سخن میگه، ما میفهمیم که این آدم این صحبت برگرفته از یک علمی است. وقتی که طرف برخورد میکنه با اطرافیان، رفتار میکنه، در رفتارش، در اعمالش، در کارهاش ما میفهمیم که این فلان صفت در وجودش هست یا نیست. مهربان هست. فلان صفت رو داره یا نداره. الله متعال افعالی داره. کارهایی ما اونها رو نسبت میدیم به الله متعال که این افعال بی حسابن. همونطوری که صفات الله متعال بی حسابن. صفات الله متعال بی حد حسابن. اسماء الله و صفاتش برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم 99 تاست و مشهور شده که اسماء الله متعال و صفاتش 99 تاست، اما ما در این باب باز به تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد. انشاءالله. این مقوله دقیقی نیست، بلکه اسماء الله متعال خیلی بیشتر از اینه. دقیق. طبق حدیثی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که من بار الله میخوانم تو رو به کل اسم هو لک، هر اسمی که ما رو شما سمیت بهی نفسک، خودت رو معرفی کردی با اون اسم، او علمته لاحد من خلقک، یا اینکه اون رو یاد دادی به یک کسی از خلق خودت، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اینکه اصلا نزد خودت در علم غیبت نگه داشتی و هیچ کسی هم تعلیم ندادی. دقیق. این هم نشان از این داره که پس چون صفات الله متعال بی حساب هست و خارج از شمارش ما و ما خیلیش رو نمیدونیم، این افعال هم افعال الله متعال هم بی حساب است. اما در شناخت افعال متعال، افعال الله متعال، چند نکته بسیار مهمه که ما برای شناخت الله متعال باید بدونیم که در قرآن کریم وقتی که میایم، خب ما الله متعال رو از کجا میشناسیم؟ باز خود صفات الله متعال رو که باز افعال الله متعال صادر از صفاتش هست، ما اینها رو از خود کتاب الله متعال و کلام الله متعال میشناسیم. ما از پیش خودمون نمیتونیم بیایم و این باب افعال الله متعال و صفات الله متعال بابی است که جای دیگه اجتهاد و جای کنجکاوی نیست. اینجا دیگه ما برای شناخت الله متعال نمیتونیم از پیش خودمون فکر بکنیم مثل خیلی از فلاسفه که اومدن نشستن و این خیلی یکی از بابهای گمراهی در مسیر شناخت الله متعال همین بود که اومدن برخی از فیلسوفا پیش خودشون فکر کردن خب الله متعال اینطور باید باشه، اینطور باید باشه، اینطور باید باشه، اینطور باید باشه، بعد یک سری صفات یک سری از پیش خود ثبت کردن، یک سری رو گفتن این امکان نداره، این هست، این نیست، این هست، اون نیست و آخرش دیدن که چیزی شد عجیب و غریب و یک عده‌ای به اعتزال کشیدن، یک عده‌ای به راههای دیگه رفتن، یک عده‌ای اصلا منکر وجود شدن، یک عده‌ای دیگه گفتن خب اصلا خدا همه وجود عالم خداست، منم خدام، شما هم خدایی، همه چی خداست، چون همه چی جزئی از خداست و وحدت الوجودی شدن. این انحرافات به وجود اومد. ما چاره‌ای نداریم جز این که در خلال آیات کلام الله مجید بریم به شناخت الله، قرآن کریم برگردیم. فقط قرآنه که برای ما معرفی میکنه الله متعال رو که از سوی خود الله متعال است. دقیق. و قرآن است. ما در بخش اثبات وجود الله متعال هم که صحبت کردیم که فطرت هست، که آیات و نشانه ها هست، خلقت آسمان زمین است، پشه مثال زدیم، همین ها الله متعال در قرآن برای اثبات برای ما مطرح میکنه. اما وقتی که از مرحله اثبات یک مرحله میریم بالاتر، ما در بحث افعال الله متعال، ما در قرآن وقتی که بررسی میکنیم افعال الله متعال دلالت داره بر چند نکته بسیار مهم. افعال الله متعال یک بخشش دلالت میکنه بر اینکه مالکیت مطلق، ملک مطلق آسمان ها و زمین از آن الله متعال است. این خیلی مهمه. اینها چرا مهمه؟ چرا ما روی اینها تاکید داریم؟ اصلا چرا ما درباره افعال صحبت میکنیم؟ یا همون معنای عمومی تر که ما در اصطلاحات علمی در علم به هر حال اعتقاد و علم عقیده به صحبت میکنیم، به عنوان توحید ربوبیت ازش یاد میکنیم. خیلی جاها بالا تقسیم بندی که میشه و برداشتی که از آیات و روایات شده در اقسام توحید، میگیم توحید ربوبیت اولین مرحله توحید است. و همون چیزی که ما الان دربارش صحبت میکنیم، حالا چه توحید ربوبیت چه بحث افعال الله متعال، حالا شاید کسی بیاد بگه ملک الله متعال، تعابیر مثل این استفاده بکنه. درست. الله متعال ما هدفمون یکی است که هدف یک چیز است، تعابیر فرمود. ما هدف اینه که ما بشناسیم که الله متعال یک سری افعالی فقط مخصوص الله تعالی است، یعنی از حیطه قدرت غیر الله متعال خارجه و این
این افعال رو فقط الله متعال میتونه انجام بده. افعالی خاص الله متعال هستن. درست. اینها خیلی مهمه. چرا؟ چون وقتی که ما اینها رو به خوبی نشناسیم، به این معناست که اینها رو ما به غیر الله متعال نسبت میدیم و وقتی که به غیر الله متعال هم نسبت دادیم، اون موقع در یکی از این امور که به هر حال بر افعال خاص الله متعال است کسی رو شریک کردیم باشه. مشرک میشیم پس. و این میشه مشرک. این همون میشه که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی ها ادعای ایمان دارن و ظاهرا ایمان به الله تعالی دارن اما مشرکن. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني